یخماس الکحولی برند نوی تابستان امساله در برلین است که دمای هوایش چند هفته به این سو از 30 درجه پایین نآمده است. استحصال کنندگان یخماس نو باور دارند که در چنین گرمی طاقت فرسا محصولات آنها طلبگاران زیاد خواهد داشت. به گونه مثال در فستیوال موسیقی که در پایتخت آلمان برگزار شد تقریبا همه شرکتداران چنین یخماس داشتند. الکس نیز استثنا نبود. من جین تونیک دارم خورد ولی تاثیر بخش است. خوشحالی می بخشد. یخ، جین و تونیک باز چی لازم است؟ فلیکس ردرر رهبر شرکت استحصال کننده میگوید که ترکیب یخماس همش محصولات طبیعی است. یخماس های ما از روی 6 طعم آماده می شود و 11% از الکل عبارت است. ما تنها میوه تر و تازه استفاده می بریم. شربت قلفینه، مانگو، جین تونیک و نوشابه مسکوی داریم. همه آنها خوبند. یک چنین یخماس الکحولی برای دوستدارانش تقریبا 3 یورو و یا چیز کمتر از 30 سومانی ارزش دارد.